نورالدین کبیری رئیس حزب اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در یک نامه سرکش شده به دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش از این سازمان خواسته است که تا به عنوان یکی از کفیل‌های صلح تاجیکستان مانع در روسیه یکی از کشورهای دیگر کفیل این صلح سازمان تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شود. کبیری از ملل متحد همچنین خواسته است برای بازرسی وضع اجرای سازشنامه صلح سال 1997 بین حکومت و مخالفین تاجیک و نتیجه های این صلح یک گروه کاری ویژه تأسیس دهد. رهبر اپوزیسیون تاجیک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان را به آن عیبدار کرده است که نتیجه های صلح سال 1997 را به نفع خود و خانواده‌اش مصادره نموده تاجیکستان را به یک کشور خودکامه عقب مانده تبدیل داد. این چنین طرف دیگر صلح را نه تنها در داخل کشور سرکوب و ممنوع اعلام کرد بلکه تلاش دارد تا دامن این ممنوعیت را در سطح منطقه وسیع‌تر کند. به عقیده کبیری جنگ اوکراین روسیه را در شرایط تنگی قرار داده فرصت را به وجود آورد که رحمان تواند این خواسته دیرینه خود را بالای مسکو تحمیل کند. قبل از منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 نیز رهبر این حزب به سازمان ملل به عنوان کفیل صلح تاجیکان مراجعت کرده بودند تا مانع اقدام دوشنبه برای بستن حزب نهضت شوند، اما آن وقت سازمان ملل به این مراجعت بزرگترین حزب اپوزیسیونی تاجیکستان رسیدگی جدی نکرد. کبیری از آن اظهار تأسف کرده است که سازمان ملل و دیگر کفیلان صلح در وقتش به منع فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بی‌تفاوتی ظاهر کردند که به عقیده او عاقبت‌های فاجعه برداشت. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر این است که تروریستی اعلان شدن این حزب در روسیه میتواند عاقبت‌های فاجعه بار انسانی و امنیتی برای ده‌ها هزار اعضا و جانبداران مخالفین تاجیک نه تنها در روسیه بلکه در تمام کشورهای پس و شوروی داشته باشد. طرفداران حکومت عزم مقامات روسیه برای منع فعالیت حزب نهضت را استقبال میکنند و آن را یک پیشرفت جدی دوشنبه در تعقیب منفعت‌های سیاسیش مینامند. طبر بامداد قبلا خبر داد دادستان کل روسیه ایگور کراسنوف در پایان ماه ایول ضمن بازدیدش از دوشنبه در ملاقات‌هایش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای تاجیکش یوسف رحمان خبر داد که دادستانی کل روسیه خواستار در این کشور نیز سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شده است. او از جمله روز 25 ایول به پرزیدنت تاجیکستان گفت ما الکی چنین درخواست را در مورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه فرستادیم. روسیه عملا نخستین کشور است که به صورت قانونی میخواهد از موضع تاجیکستان در مسئله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پشتیبانی کند. بسیاری ها بر اینند که با چنین اقدام مسکو به صورت جدی و به مدت طولانی در ماندنش در بطلاق جنگ اوکراین سبب شده است.